در خدمت سخنران بعدی خواهیم بود. من یه مختصری ازشون عرض کنم. در واقع عضو هیئت علمی در واقع مرکز تحقیقات علوم پزشکی در حوزه علوم اعصاب و ایشون پس دکتراشون رو توی مرکز دانش مغز توی در واقع ویکن ژاپن اخذ کردند. ترویج دهنده نوروساینس و علوم اعصاب هستند توی کشور. مدیر سایت نوروسافاری هستند. حتما بهتون در واقع اول از آقای دکتر میخوام که در واقع سایتشون یه مقدار توضیح بدن و باز کنن و اینکه از شما میخوایم که این سایت حتما سرچ کنید و پیدا کنید. سایت بسیار مفید و کاربردی هست. جناب آقای دکتر میرشهرام صفری رو تشویق کنید تا در خدمتشون باشیم. سلام دوستان، خیلی متشکرم که تشریف آوردین. خیلی ممنون از سخنرانی بسیار زیبا و عرض به خدمت شما که علمی و فوق‌العاده‌ای که خانم دکتر داشتن یه مقدار کار منو سبک کردن. مسئولیتی که به من دادن صحبت در مورد قسمت عرض به خدمت شما که فیزیولوژی ماجراست و بخشی از بحث‌های علوم شناختی. حالا چجوری در واقع بحث‌های کامپیوتیشنال، بحث‌های مدلینگ و بحث‌های در واقع فیزیولوژی سلولی وصل میشه به شناخت، وصل میشه به در واقع پروسسینگ های عالی تری که در واقع انیمال یا در انسان داره انجام میگیره. خانم دکتر با صحبتی که راجع به فیزیولوژی سلول و از بحث‌های بیسیک کردن یه مقدار کار منو سبک‌تر کردن. سایت منو گفتن دوستان معرفی کنم. این یه کار در واقع ذوقی هست که من تو ژاپن شروع کردم برای انجام دادن. فکر کردم اگه بشه مثلا یه سایتی باشه که داده های علمی رو، مقالاتی که منتشر میشن رو بشه توش دسته‌بندی کرد و متخصصین تمام رشته های در واقع مرتبط با علوم اعصاب بتونن بهش مراجعه بکنن و به صورت کلاسیفاید بتونن در واقع این مقالات رو پیدا کنن. ایده خوبی باشه. خوشبختانه گرفت، خیلی در واقع مورد توجه قرار گرفت. زمانی که من تو ژاپن بودم و خیلی وقت میکردم روش در واقع کار بکنم، توی تابستون تا آگوست رنک الکساش تا حدود 140,000 هم پایین اومد. یعنی خیلی تقریبا نزدیک به 100,000 بازدید در روز داشت. تو 38 شاخه در واقع نوشته میشه. سایت مشابهی که به این شکل در واقع کار بکنه، یعنی مقالات مثلا روز رو بیاد کلاسیفاید کنه توی زیر رشته های علوم اعصاب به زبان، به هیچ زبانی وجود نداره توی دنیا. یه پیشنهاد از سمت سوسایتی فور نوروساینس امریکا سفن، مجموعه‌ای که اونجا وجود داشتن، شد به من وقتی که تو ژاپن بودم که یک مشابه در واقع انگلیسیش هم ایجاد بکنیم و روش کار بکنیم، ولی فعلا عملیاتی نشده. قرار هست به شکل طرحی دوستانم من که توی امریکا هیئت علمی هستن توی دانشگاه ها اینو در واقع مصوبش بکنن تو NIH یا تو SFN که بشه به این شکل انجام داد. علت این که من فارسی انجام دادم این کارو، دوست داشتم جمعیت فارسی زبان یک در واقع نقطه قوتی در برابر تمامی ملیت‌های دیگه داشته باشه. دوست دارم این اتفاق بیفته در آینده و سعی خواهم کرد این کار رو ادامه بدم همیشه. دوست دارم در واقع یعنی پلنم این بود، یعنی اگه بتونیم میخوام اون فاینال پوینت رو بهتون بگم. خیلی از اساتید مقالات مثلا نیچری که این هفته منتشر میشه رو ممکنه اساتید خارجی انگلیسی زبان ممکنه که نخونن، فقط اونایی رو فالو کنن که خیلی نزدیک به رشته خودشونه. ولی من احساس کردم اگه اینو به زبان خیلی ساده یه تیمی بتونه بنویسه و دانشجوی کارشناسی ما در زمینه همه فیلدها اینو بدونه، وقتی مثلا وارد دوره پستاک میشه یا با ما دانشجو پی اچ دی توی دانشگاه خارجی قرار میگیره، دیگران از دانش این سورپرایز خواهند شد. تمام اساتیدی که اونجا دارن کار میکنن و هینت هایی رو شما خواهید داشت که بتونین پروژه‌های خیلی در واقع خوبتر، مولتی دیسیپلینری تری رو بتونین تعریف بکنین. در واقع ایده در واقع ایجادش این بود، ولی مخاطب عامه هم خیلی زیاد علاقه‌مند شد به این سایت. یه مقدار من شیفت کردم به سمت اینکه مخاطب عامه هم حتما بتونه استفاده کنه، فقط در واقع مال متخصصین نباشه. این خیلی در واقع خلاصه خیلی کوچیک. اشکال نداره من راه برم اینجا. عنوان سخنرانی که من انتخاب کردم برین اکتیویتی مپینگ توی در واقع میکرو سرکیت لول هست و یه سری چالش هایی که توی این فیلد وجود داره. با توجه که عنوان همایش آشنایی با علوم اعصاب بود، حقیقتش من خیلی مطالب در واقع دیتای دیتیل کار خودم رو نذاشتم که براتون ارائه بدم. البته توی این اسلاید هستش، این نزدیک 340-50 تا اسلاید الان اینجا، ولی بخشای خدمتتون توضیح میدم که در واقع جنبه اینتروداکشن داره واقعا و جنبه آشنایی با علوم اعصاب داره. در با ابعاد رویکرد از به خدمت شما که فیزیولوژی و در نهایت رویکرد علوم شناختی. خب
این اسلاید مشابهش رو خانم دکتر نشون دادن که لول های در واقع پردازش اطلاعات توی سیستم عصبی از سطح مولکول تا سطح در واقع کل در واقع CNS است که اسکیل های در واقع متفاوتی داره. در سطح مولکول یعنی ساب سلولار در واقع المنت هایی که داخل سلول وجود دارن، در حتی ژن اطلاعات پردازش میشه توی سیستم عصبی که در سطح سیناپس یه سایز حدود 1 میکرونی داره، در سطح نورون چند ده میکرونی رو داره و تا نهایت مجموعه در واقع سیستم عصبی کل موجود زنده. با توجه به اینکه هر دو رویکرد رو من میخوام پوشش بدم، این اسلاید رو براتون انتخاب کردم که سطح در واقع مطالعات علوم اعصاب رو در لول های مختلف داره نشون میده. لول A رو در واقع لول های در واقع اکسپلنیشن در واقع عملکرد سیستم عصبی هست یا کارکرد در واقع مغز هست به نوعی. لول A لول در واقع بیهیویرال هست یا اکسپریمنتال سایکولوژی. موقعی که یک انسان رو داریم از به خدمت داره تسکی رو انجام میده، شما یه مطالعه رفتاری روش انجام میدین. اگه قرار باشه مسیرهایی رو بررسی کنین در مغز با استفاده از یه سری تکنیک هایی و در واقع مطالعه فقط صرفا بیهیویرال نباشه، استادی هم در واقع یا ریکورد یا رید آوت هم از مغز داشته باشین، این میره تقریبا تو کاتگوری در واقع کاگنیتیو نوروساینس یا از به خدمت شما که بیهیویرال نوروساینس از اکسپریمنتال سایکولوژی مقدار در واقع میگیم میاد مور دیتیل تر میشه، مور در واقع بیولوژیک تر میشه. حالا اینجوری بعد لول بعدی لول سیستمز نوروساینس. منظور از سیستمز چیان؟ مثل سیستم ویژوال، مثل سیستم سوماتوسنسوری، انواع سیستم هایی که مجموعه ای از در واقع پریفرال سیستم و سنترال سیستمی هست که یک پردازش خاصی رو داره انجام میده که میشه در واقع بحث سیستمز نوروساینس. لول بعدی لول در واقع سلولار نوروساینس هست که در واقع بحث در سطح یک نورونه که فانکشن در حد اسپاین ها، در حد دندرایت ها، تافت دندرایت، نمیدونم اپیکال دندرایت، بیزال دندرایت، خود سل بادی، آکسون، اطلاعات داره چجوری توی این در واقع نواحی پردازش میشه، چجوری ورودی ها چجوری دارن ماجولیت میشن، چه ویژگی هایی داره، چه پردازش های مرکزی انجام میگیره و خروجی ها چی هست. لول بعدی میشه در واقع مولکولار نوروساینس. بعد میکروسیرکت دو تا در واقع رویکرد بهش هست که بحث خب اینجا دارین بای دیتیل مولکولارش رو میبینیم، در سطح سیناپس داریم میبینیم، ولی لول ارتباطات نورونی رو هم سطح میکروسیرکت بهش میگن. یعنی اینکه قائل باشیم در سطح بحث در واقع شبکه‌های عصبی رو، حالا نورال نتورک رو با نام میکروسیرکت هم میشناسن، یعنی صرفاً بود مولکولی نیست که اینجوری در حد سیناپسشون داده. و در حد سیناپس بخوایم مطالعه کنیم یا در حد چنل ها مطالعه کنیم. حالا این مطالعه میتونه در واقع بیس کلا بیولوژی داشته باشه، میتونه بیس کلا کامپیوتیشنال نوروساینس داشته باشه که خانم دکتر فرمودن و از به خدمت یا میکسی از در واقع این دوتا. میخواستم البته وسط راه چند بار میتونم در واقع توضیح بدم راجع به توضیحاتی تایید فرمایشات خانم دکتر که هر روز احتیاج فیزیولوژیست ها به در واقع کامپیوتیشنال نوروساینس ها و ساینتیستایی که در واقع مدل میکنن بیشتر میشه. الان چند تا در واقع مثال در واقع عمده‌شو خدمتتون خواهم گفت این اینتراکشن چقدر در واقع زیاد هست. دومی که کامپیوتیشنال نوروساینس دو جور در واقع کامپیوتیشنال نوروساینس یعنی در واقع مدل‌های ریاضیاتی که کاملاً پا در بیولوژی داره، پا در زیست شناسی داره، پا در فیزیولوژی داره. این پا داشتن دو مدله، یا مدلی ساخته می‌شود که یک هایپوتزی رو فقط بر اساس ریاضیات به یک هایپوتزی میرسه که به شما میگه که احتمالاً مکانیسم عملکردی این ماجرا در مغز این شکلی باشه، بعد بر اساس این مدل ریاضی آزمایش طراحی میشه. یعنی کامپیوتیشنال نوروساینتیست یا اینجوری کار میکنن، یعنی بر اساس در واقع این هایپوتز یک آزمایشی رو ما انجام میدیم در تایید یا در رد اون فرضیه که خیلی وقتا تایید میشه چون معمولا چیز هست به قول معروف بر اساس یک بیس در واقع درستی این هایپوتز رو شکل میگیرن، یا برعکس. یعنی کاری رو ما انجام میدیم، یه دیتایی رو جمع میکنیم که در تحلیلش عاجز میشیم. الان مثال‌های متعددی رو خدمتتون نشون خواهم داد. اینجا کامپیوتیشنال نوروساینتیست‌ها یا مدل در اساتیدی که مدل میتونن بکنن باید وارد ماجرا بشن که این حجم دیتا رو بتونه در واقع تفسیر بکنه، این عملکرد داینامیک رو بتونه تفسیر بکنه که چه جوری داره این اتفاق میفته. پس هر دو در واقع با هم دیگه به صورت تعاملی در واقع میتونن